ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران و خواهران عزیز و گرام قدرم. امروز تصمیم گرفتم برایتان یک قصه واقعی بهرتان پیشکش نمایم. نام قصه چنین است: دختری که پیش از شوهر برآمدنش با مرد همخوابه شده بود. با شما هستم عبدالله. در کانال آبونه شوید، در ویدیو لایک گذارید، فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید و ما باشد قصه را ادامه میدهیم. امیر حسین میگوید وقتی از استرالیا آمد سینش کمی بالا رفته بود. میگوید هرچند که پدر و مادر اصرار کردند که یک همسری از ولایت خودشان برایش بگیرند، اما قبول نکرد. میگوید امیر حسین از طریق فیسبوک با یک دختر جوان دانشجوی از کابل آشنا شده بود. میگوید وقتی که پدر و مادر این خبر را از پسر خود شنیدند، چاره نداشتند جز این که به خواستگاری دختر رفتند و میگوید بسیار توی با حشمت گذرانیدند. اما وقتی که عروس را به خانه آوردند، در اولین شب ازدواج که شیرین ترین و لذیذ ترین برای جوانان است، امیر حسین میگوید به همسر زیبایش نگاه کرد، احساس کرد که خوشبخت‌ترین مرد دنیا است و برای اولین بار زندگی برای او لبخند زده است. میگوید نزد همسرش رفت، اما اون همسری عزیزش شکار میکرد، گریه میکرد و داد میزد و میگفت به من نزدیک نشو. میگوید شوهرش امیر میگوید به تعجب افتادم و سوال کردم چرا؟ همسرش جواب داد، گریه کنان گفت من آن کسی نیستم که تو میخواهی. من لیاقت تو و این خانواده بزرگ شما را ندارم. من قبلا بی عفت شدم و خطا کردم. میگوید وقتی که شوهر این سخن را از زبان همسر خود شنید، همچنان که دنیا به سرش چپه شد و غضب بسیار بر بالای اون غلبه کرد. اما میگوید مرد غضب خود را فرو گرفت، غضب خود را اداره کرد و به خانه دیگر رفت و تا صبح میگوید خوابید. صبح میگه وقتی که دمید به نزد همسرش آمد و به همسرش گفت اگر من تو را طلاق دهم روی زبان مردم میافتی و آبرویت می رود و خانوادت معلوم نیست که با تو چی کار میکنن. پس میگوید تو را 1 سال کامل نزد خود نگه میدارم و بعدا تو را طلاق میدهم. تو در یک خانه دیگر میخوابی و من در خانه دیگر. میگوید این جوان را در کودکی در سن طفلانیش مادرش از دنیا گذشته بود و این پسر در خردسالی یتیمان و مایندر داشت. با همه سختی های زندگی این مشکلات زندگی را پس سر کرد و یک مرد با اخلاق و مرد صبور در زندگی شده بود. وقتی که میگوید بسیار طفلان را یتیمان را دوست می داشت. وقتی که با کودکان بازی میکرد، همسرش میگوید وقتی که من نظر میکردم با کودکان بازی میکند و خود به خود فکر میکردم که آرزوهای شوهرم را شکستم، نسبت او ظلم بزرگی کردم.
میگوید روز از روزها بسیار باران شدیدی میبارید و امیر حسین یک ماشین نوی خریده بود. آن را به کار می درآورد، اما از شدت بارش آن باران و ماشینش را از کار برآورد و خودش نیز یک بسیار سرما و خنکی بسیار شدید را احساس کرد و به خانه برگشت. وقتی که میگوید همسرش در را از کشاد، امیر حسین بیهوش به درون خانه افتید. میگوید بعد از بیهوش شدنش همسرش او را به اتاقش کشان برد و مثل مادری که برای فرزند خود تا صبح بیداری میکشد تا صبح بیداری کشید. میگوید بسیار طبعش بالا بود، با لثه تر طبع شوهرش را پایین می آورد. وقتا که صبح شد، امیر حسین میگوید چشمانم را باز کردم و بالای سرم همسر عزیزم را با چشمان تر دیدم. صادق است. میگوید امیر حسین شفا یافت. چند روز از بین گذشت و به آخر سال هم رسیدن. آخر سالی که شوهر گفته بود پس از مدت 1 سال تو را طلاق می دهم. مدتی ماندهشان به اتمام رسید. میگوید همسرش فکرهایش پریشان بودند. به خانوادهش چی بگوید؟ گفته فکرهایش پریشان بود. میگوید چیز و چاره اش را جمع نمود. آماده بود که شوهرش او را طلاق می دهد. شوهرش گفت قبل از به خانه رفتنتان نزد خانه من برو، در بالای میز برای تو چیزی نوشتم، آن را بخوان، چیزی تو را انتظار است. میگوید وقتا که همسرش به خانه شوهرش داخل شد، یک نامه را دریافت که در نامه چنین نوشته بود: 1 سال گذشت و من مراقب رفتارهای تو بودم همسر عزیزم. تو را در نماز و روزه دیدم، تو را در حال دعا و استغفار دیدم و من تو را بخشیدم و از امروز من شوهر تو هستم و تو همسر من هستی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کس عیب مسلمان را اگر بپوشاند، خداوند در روز قیامت عیب او را می پوشاند. خطاب به خواهران و اپهای عزیز. خواهران گلم، مراقب خودتان باشید. هر مرد مثل این جوان مثل امیر حسین شدن نمیتواند. شاید از 1000 مرد یکیش مثل امیر حسین باشد. پس از شما خواهش کرده می شود که با آبرو و زندگیتان بازی نکنید. بار دیگر تشکر به خاطر که قصه را تا آخر گوش کردید. دوستانم، یکایک شما را دوست می دارم. باقی در امان الله پاک باشید و تا قصه های آینده دوستانم.